حل آخر يوم من صيف عام 1980، وفي 22 من شهر أيلول عند الساعة 10 صباحا وصل خبر من جهة جيلان الغربية عن قصف نظام صدام لأراضي إيران. وفي الساعات الأولى لم يكن معلوما بالدقة ما الذي حصل وما حجمه. وعند 1:01 من بعد الظهر وصل إلى طهران خبر قصف دهلوران في محافظة إيلام أيضا. وبعد 15 دقيقة أفادت الأهواز بأن مطارها قد قصف. وبعد الأهواز وعند الساعة 1:50 أبلغت مدينة كرمانشاه عن خبر مشابه. وعند ساعة 1:55 أفادت مدينة بوشهر عن تعرضها للقصف أيضا. وعند 2 من بعد الظهر قصفت قاعدة شيكاري الجوية في مدينة دسفول، وامتلأت أروقة القاعدة بالضجيج. ما الذي حصل؟ أبلغ شهود عيان عن مشاهدة طائرات من نوع ميج زيتية اللون وهي تغير من سماء إيران وتلقي القنابل. مضت 20 دقيقة على قصف قاعدة شيكاري الجوية في مدينة دسفول حتى ظهرت طائرات الميج في سماء طهران. همای 0321 از برج ایران. ارتفع دخان أسود من جهة مطار مهراباد. في تلك اللحظات بالضبط كان آية الله السيد علي الخامنئي في مصنع شركة جنرال قرب مطار مهراباد منتظرا ليتحدث إلى العمال. وقتی وارد کارخونه شدیم یه اتاقی بود که به طرف شمال پنجره داشت. اونجا منتظر میموندم که کارگرها رو ببرن تو اون سالن عمومی که سالن غذاخوری هم ضمناً بود، من برم اونجا سخنرانی کنم. همونطور که نشسته بودیم یهو صدای انفجار شنیدم. في تلك اللحظة قرر آية الله الخامنئي ألا يلغي كلمته مع العمال، فارتقى المنبر ببرودة وقوى قلوبهم. من دیدم اگر من سخنرانی رو تعطیل کنم و بیام این اثر بدی میبخشه. گفتم میام سخنرانی میکنم، کوتاه منتهی میکنم. آمدم توی سالن و گفتم که خب همه ملتفت شده بودن دیگه، همه کارخونه ملتفت شده بودن. گفتم چیز مهمی نیست و دشمن حمله کرده، ما انتظار این چیزا رو داریم. یه بحث کوتاهی شاید 10 دقیقه یه رو براشون صحبت کردم. گفتم من باید الان برم. كان آية الله الخامنئي حتى ذلك الوقت يرتدي زي رجال الدين، لباس ارتداه منذ صباح، لكن لم يكن يعلم أن القدر قد خاط له لباسا آخر. به ذهنم رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباسمو عوض کنم. با چمران مشورت کردم. گفتم آقای چمران چطوره من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم. بسم الله القاسم الجبارین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امت مسلمان، اینجا جبهه عشق است و ایمان، اینجا جبهه نور است و قرآن. هذه رواية مشاركة قائد الثورة في السنوات الأولى للحرب. اینجا جبهه رسم فولاد مردانی است که میروند. رواية عن آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي بلباس الجندية. في 8 من شباط من عام 1979 جاء عدد كبير من أفراد القوات الجوية إلى المدرسة العلوية بلباس مدني، ثم ارتدوا زيا عسكريا. وقف الإمام الخميني قدس سره خلف النافذة بينما قدم له الأفراد تحية عسكرية. تحيتهم تعني اعترافهم رسميا بقائد جديد. وقد شهد آية الله الخامنئي هذه اللحظة التاريخية التي تثبت أن بالإمكان الرهان على الجيش في الأيام الصعبة للثورة.
عند 10 صباحا في 11 من شباط، عندما أدرك قادة الجيش أن الهزيمة حتمية في المواجهات الدائرة بين الشعب وحكومة بختيار، اضطروا إلى إعلان الحياد، وهذا يعني انتصار الثورة. في هذه اللحظة كان آية الله الخامنئي يتحدث إلى العمال في مصنع شركة جنرال قرب مطار مهرباد، بينما كان الشيوعيون والتيارات اليسارية يهدفون للاستيلاء على الحركة العمالية. این کارخانه همون کارخانه‌ای بود که در اول انقلاب روزهای 22 بهمن و 19 بهمن و اینها به وسیله کمونیست ها و اینها هدف قرار گرفته بود که اونجا یک جنجالی درست بشه و یه مجموعه کارگری درست کنند و چون اونجاها صدها کارخونه بود کارگرها رو بسیج کنند و بکشونند. این کارخونه طبعا در اون وقت مورد توجه ما قرار گرفت که بعضی از ماجراهاش بگم. بعد انتصار الثورة كان اللواء قرني من القادة الثوريين في الجيش، وقد عين رئيسا لهيئة الأركان المشتركة في الجيش الثوري. على جيش المستقبل أن يستثمر في صفوفه ضباطه الشباب، لكن هذا يستغرق زمنا طويلا. مضافا إلى أن بعض المنظمات اليسارية والالتقاطية مثل منظمتي فدائي الشعب والمنافقين كانت تطالب علنا بحل الجيش. برای نابودی سلطه امپریالیسم ما نیازمند این هستیم که ارگان‌هایی که در گذشته مورد سوء استفاده امپریالیسم قرار گرفته بودند منحل شوند و به جای اونها ارگان‌های مردمی به وجود بیاد. ارتش مهمترین این ارگان‌ها. در مورد بازسازی ارتش، بنیانگذاری ارتش نوین انقلابی ایران و بازسازی دستگاه حکومتی، سازمان چریک‌های فدای خلق 3 مسئله رو مطرح می‌کنه. اول اینکه این دستگاه بوروکراسی، دستگاه دولتی و این ارتش شاهنشاهی در خدمت دیکتاتوری فردی شاه و در خدمت سلطه امپریالیسم و تهاجم به کشورهای منطقه، ارگان‌های جاسوسی امپریالیسم آمریکا در اینجا بوده و اینها هیچ کدومشون در خدمت منافع خلق و مردم نبودند. پس کلاً باید کنار گذاشته بشه. كان الإمام الخميني قدس سره يطالب ببقاء الجيش من أجل البلد والثورة. ارتش با سیستم کنونی که وجود داره، یعنی اون روابطی که بین افراد مختلفش هست دیگه جنبه اسلامی اصلا نداره و نمیتونه برقرار کنه. اینطور نیست که اشخاص نباشن، اشخاص مسلم نباشن، اشخاص درجات پایین دیگه این فساد نیستن که اون بالایی بودن. فساد هرچی بود مال اون طبقه اول بود. این طبقه پایین را هم اون فساد را نداره. الان نمیشه آقا ما بگیم که ارتش برن، ما چیزی نداریم، نمیتونیم درستش کنیم. الان ما باید این ارتش را به صورت نگهش داریم، اون طبقه اول را بیرون کنیم، طبقات اول را از سالشگر به بالا بیرون برن و بعد این طبقات پایین را یه سازمانی بشون بدن، بعد بریم سراغ افراد ببینیم اگر یه فرد غیر سال است کنار بزنیم فرد سالش است. این مسئله ای نیست که حلش به زودی مثلا امشب مثلا شاه رفته فردا همه کارهای ما درست بشه، همه کارها رو خراب کردن و رفتن. حالا شما باید این خرابه رو آبادش کنید. نظرتون در مورد اینکه ما یک ارتشی رو ملی سازمان بدیم به جای اینکه این ارتش رو بیام زرد کشیم باز بودجه سرش بزنیم؟ تدریج میخواد. میتونید عزیزم تدریج میخواد آقا. این نمیشد الان ما بگیم ارتشی که نظام دیده و نظم دیده کنار بره، ارتشی که الان بی نظام مثلا بی نظام الان میخواد، نمیشد. این باید تدریج بشد، باید درست چیز بشد، نظام پیدا بکنه و تبدیل بشد اون ارتش بین ارتش. اما همینطوری نمیشه این کارو کرد. چون نظام این بر مبنای ترس. آقا من خواهش میکنم از شما که اون تندی جوانی تو رو یه قدر کنار بذارید. نه من میدونم، من خودم هم جوان بودم. یه توقعات جوان ها دارن که این توقعات از باب اون از میکنم که انرژی که درشون هست، از باب اون قدرتی که درشون هست، میخوان همه مسائل شب حل بشه.
اینطور نیست. مسائل اشکال داره، مشکل است الان. كان آية الله الخامنئي متفقا مع الإمام الخميني قدس سره في رأيه هذا، ولهذا كان أكثر اهتماما بأمور الجيش الذي كان أفراده يتعجبون من المعرفة الجيدة لسيد من رجال الدين بتشكيلات الجيش والمسائل العسكرية. لكن هذه التجربة ترجع إلى سنوات قضاها في السجن، حيث كان في السجون العسكرية إلى جنب بعض العسكريين، وقد تعرف إلى أجواء الجيش من خلال التحدث إليهم. آشنایی با برخی از مسائل نظامی و ارتش. این آشنایی هم اولش یعنی برای من از توی زندانها به وجود آمده بود، چون من چند تا زندان ارتشی بودم. اونجا با ارتشی ها هم سلول بودم، هم بند بودم، با درجه دارشون، با افسرشون. علاوه بر این ارتباط طبعا میرفتیم دادگاه میبردن. محیط نظامی بودم من در چند زندان. این من رو یه مقداری با مسائل نظامی آشنا کرد. كان لهذه المعرفة وجه آخر في الواقع، دعم رجل الدين الثوري للجيش. أصبحت كردستان في تلك الأيام ساحة لتحركات المنظمات اليسارية والانفصالية، حيث كانت تهاجم ثكنات الجيش. وقد وجه اللواء قرني أمرا إلى قوات الجيش بالتصدي لهم، بينما كانت الحكومة المؤقتة تسعى لتقديم نقاط لانفصالي كردستان من خلال المفاوضات. اشتد الضغط السياسي على اللواء قرني، وفي هذه الأيام الصعبة التقاه آية الله الخامنئي. اون اوائل کار من گفتم به قرنی که من خیلی دوست می‌دارم این لباس رو، و اگر نبود که مثلا اشتغال دارم و آخوندم اینا، میومدم پلوتو و چیز میکردم، میومدم با تو کار میکردم، تو ارتش کار میکردم. هیچ درجه هم نمیخواستم، یه دونه ستاره فقط بر من کافیه. ستاره گفت اگه شما بیایید سرهنگت میکنم از اول. اون سرهنگی سطح بالا بود دیگه، اونجا که اگه بده درجه سرهنگی بهت میدم. تانک‌های سبک و نفربرهایی که سپاه پاسداران در روی اون قرار گرفتن در حال حرکت هست. بعد فترة قصيرة أسس كيان جديد باسم حرس الثورة الإسلامية، كيان خرج من جسم الشباب الثوري الذين لهم تاريخ طويل في مواجهة نظام الشاه. در روزهای قیام خود به مقابله با توپ و تانک رژیم وابسته رفتن و هراسی از گلوله‌های مسلسل به خودشون راه ندادن. يوسف كلهدوز من ضباط الجيش ومؤسسي الحرس الثوري انتسب إلى الحرس متطوعا ليشارك في تدريب أفراده وتنظيمهم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نه تنها حربش اصل است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود ابتدا روحانی و طلبه است که بعد سلاحی در دست گرفته است. لا يحتاج حرس الثورة إلى التدريب فقط كي يتحول إلى تنظيم عسكري محترف. في 27 من شهر آذار من عام 1979 طرح آية الله الخامنئي ممثلا الإمام الخميني قدس سره أمورا متعددة في جلسة شورى الثورة ليتحول هذا الكيان إلى منظمة رسمية محترفة، لا سيما أن أفراده قد تحولوا في كردستان إلى حرس لحدود إيران يواجهون الانفصاليين. وتماشيا مع الضغوط التي كانت تمارس على اللواء قرني، قام بازرغان بعزله من رئاسة هيئة الأركان المشتركة. وبعد فترة قصيرة من هذا العزل أقدمت منظمة الفرقان الالتقاطية التي دمجت بين الإسلام والعقائد الماركسية باغتيال قرني. قتلته منظمة الفرقان شهيدا على مقربة من بيته الواقع قرب مستديرة ولي عصر في طهران. كان اللواء قرني أول شهيد الاغتيالات في تاريخ الثورة، وبعد شهادته تمت ترقيته إلى رتبة فريق ودفن في حرم السيدة المعصومة عليها السلام. در جوی که طاغوت اصرار داشت تمام مبانی انسانی اسلامی رو از یادها ببرد
و اونجا که اسلام خودنمایی می کرد در صدد تحقیه و تحقیر برمی آمد، بسیار شاهد بودم که ضمن تأسف بسیار همیشه می گفت که اینها می خواهند کاهگل بر خورشید بمالند و دنیا را از نور حقیقت اسلام بی بهره نگه دارند، زهی تصور باطل، زهی خیال محال. وبعد مدة قصيرة اغتالت جماعة الفرقان آية الله مطهري ليعلم الجميع أن الجيش ورجال الدين يقفون في الحرب الجديدة في جبهة واحدة. کاملا به این نکته توجه کنید، دشمن ما با کشتن مطهری خود رو رسوا کرد، خود رو لو داد، خود رو معرفی کرد. با مطهری چه کسی مخالف است؟ ابعاد شخصیت این استاد بزرگ کدامه؟ مهمترین عنصر شخصیت او همین بر روی خط اصیل دقیق اسلام حرکت کردنه. في 22 من شهر أيار من عام 1979 بازرگان رئيس وزراء الحكومة المؤقتة قصد مدينة قم للقاء الإمام الخميني قدس سره. وفي هذا اللقاء أبدى الإمام قدس سره قلقه من التقارير الواصلة عن الجيش، فقرر بازرگان تفقد هيئة الأركان المشتركة. ترجع هذه الصورة إلى هذا اليوم، آية الله الخامنئي إلى جنب بازرگان يتفقدان هيئة الأركان المشتركة في الجيش. هذه أول زيارة تفقدية لآية الله الخامنئي للهيئة، وهناك التقى أول مرة عميدا مبدعا في الجيش، العميد فلاحی آدم محترم و چیزی بود. یه سفر با هم میرفتیم چابهار، ماه رمضان بود. میرفتیم، خب تو هواپیما مسافرن دیگه، آوردن و همه خوردیم و اینا و فلاحی نخورد. گفتیم آقای فلاحی شما چرا؟ گفت من روزه هستم. گفتیم سفر؟ گفت من شغلمه. من گفت شغل من دائم السفرم، شغلمه، من روزه رو نمیخورم. بعد به من گفتش که من از 6 سالگی تا حالا روزم ترک نشد. بعد هذه الزيارة رجع بازرگان إلى مدينة قم مجددا ليقدم تقريره إلى الإمام الخميني قدس سره. وبوجود آية الله الخامنئي جرى الاتفاق على إجراء تغييرات في قيادة الجيش. في هذه الجلسة فوض الإمام الخميني قدس سره آية الله الخامنئي ليمثله في الجيش. وفي خضم هذه الأحداث في 24 من شهر أيار من عام 1979 شارك آية الله الخامنئي في جلسة شورى الثورة ليعرض عليها أمرا مهما، وهو ضرورة إيلاء قادة الثورة اهتماما أكثر بالجيش وعدم النظر إليه بسوء والحفاظ على أفراده. ومما قاله في هذه الجلسة يوجد في الجيش كثير من العقول والطاقات الفكرية ويجب الاهتمام بها بجدية أكبر. شكل الدفاع التام لآية الله الخامنئي عن الجيش ردا على منظمات مثل مناهضي الشعب والمنافقين الذين كانوا يسعون لإقصاء أفراده بعيدا والقضاء على مؤسسة الجيش، إذ من دونه يصبح عملهم أسهل. في أواخر شهر تموز من عام 1979 وبقرار من شورى الثورة تسلم آية الله الخامنئي قسم شؤون الثورة في وزارة الدفاع. وفي صيف ذلك العام كان بعض أعضاء الحكومة المؤقتة قد قدموا اقتراحا ينص على عدم حاجة البلد للسلاح الأمريكي المتطور ووجوب إعادته إلى الأمريكيين وصرف أمواله في أعمار البلد. اشکالات نگهداری این هواپیماها در شرایط کنونی چی هست؟ بله آقای یزدی دیگه، آقای یزدی مصاحبه کرد همون وقت، گفتش که ما F-14 پس میدیم. من مشهد بودم، تا شنیدم که این آوردن گفتن این مصاحبه کرده، گفتم فوراً بگید رادیو بیاد. رادیو آمد، همونجا رفته بودم برای بازدید سپاه، مرکز سپاه، دیدم دیر میشه اصلا. همونجا گفتم رادیو آمد، مصاحبه کردم. حالا دقیق یادم نیست، مضمون این بود که هر کس این کارو بکنه خیانته و ما
هرگز اجازه نمیدیم این کار انجام بگیره. ولی ما اصلا F-14 هم پس ممکنه بفهمیم به طور کلی این وسایل و تجهیزاتی که در اینجا هستش از کجا به دست اومده و توضیحاتی بفرمایید واسمون. كان آية الله الخامنئي يرصد أيضا التحركات المسلحة للمنظمات داخل البلد ومعارك الانفصاليين في المحافظات الحدودية، إضافة إلى تحركات نظام حزب البعث على الحدود. وفي 13 من شهر آب من عام 1979 أصدر آية الله الخامنئي بلاغا مهما يقضي بوجوب التنسيق من الآن فصاعدا في إبرام أي عقد أو إلغائه مع قسم شؤون الثورة في وزارة الدفاع. وقد أدت هذه الوثيقة المهمة إلى إنهاء البحث في الحكومة المؤقتة إلى الأبد حول إرجاع الأسلحة المتطورة. وبوصفه ممثل الإمام الخميني قدس سره في الجيش ومسؤول قسم شؤون الثورة في وزارة الدفاع، كانت للإمام الخامنئي برامج أخرى، أولها تأسيس مديرية الأيديولوجيا السياسية التي عرفت فيما بعد بمديرية التوجيه العقدي السياسي، وأصبحت أحد الأركان الأساسية للجيش. یعنی قبل از آنی که حالا ما عقیدت سیاسی رو تشکیل بدیم اصلا این فکر بود که یک گروهی از این افسران باید با مفاهیم انقلاب آشنا بشن. 10 روز 15 روز به طور فشرده به اینا تعلیماتی داده بشه. نشستیم و طراحی کردیم و آدماشو انتخاب کردیم، آدمایی که باید تعلیم بدن و آدمایی که باید تعلیم ببینن. من الخطوات التي قام بها آية الله الخامنئي لتأمين الرفاهية لعائلات أفراد الجيش المنع من إغلاق متاجر إتكا، لكن لعله لا يوجد مشروع يوازي إطلاق مشروع الاكتفاء الذاتي في الجيش. دو سیستم خنک‌کاری و انتقال برق و همچنین سوپرسانی در اینجا به ما نشون میده. ابتدا دیگه این قسمت‌ها، اولین قسمتی که در اینجا مشاهده میشه انتقال یا اشتعال برق‌رسانی که ابتدا برق از باتری میاد. همراه این مهندس مردان دلاور ارتش اسلام به کلاس‌هایشان میرویم. با یادگیری این 2 روز است که آنان می توانند هر وسیله‌ای را که به روی 4 چرخه‌ای سوار شده باشد تعمیر، مراقبت و نگهداری کنند. كان الجيش يضم في عهد الشاه ما يقرب من 200,000 عنصر، بينما كان في إيران 50,000 مستشار أمريكي، وهذا يعني وجود جندي أمريكي بإزاء كل 4 جنود إيرانيين. در موقع حرکت از کمپ گریلا به هدف مهمترین عمل چیه؟ مهمترین عامل تامینه. بله، بیاگره من هم تامین مهمترین عمله. كانت صيانة التجهيزات المتطورة للجيش كلها بيد الأمريكيين، ولم يكن للإيرانيين صلاحيات كثيرة في هذا المجال. والمنطق الاقتصادي الذي يقف وراء هذا العمل كان واضحا بالنسبة إلى الأمريكيين، إذ العدد الأكثر من المستشارين وارتهان إيران أكثر لهم يعني جني أمريكا مالا أكثر. فأمريكا لم تكن تبيع الأسلحة وحسب، بل كانت تتقاضى المال مجددا من أجل صيانتها، وبهذا أوجدت فرص عمل في إيران لجنودها 50,000 مع الاحتفاظ بأسرار التكنولوجيا العسكرية لأنفسهم. وقد استمرت الحال على هذا المنوال بعد الثورة أيضا، لكن في 18 من شهر أيلول من عام 1979 عندما استقال العميد محمد تقي رياحي من وزارة الدفاع وأصبح الدكتور شمران وزيرا للدفاع، تسارعت وتيرة طرد المستشارين العسكريين الأمريكيين من إيران، وأضحت المسألة الأساس هي الاكتفاء الذاتي للجيش. آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن. و آمدن و رفتن و چند جلسه نشستیم و اونها به من پیشنهاد کردن، گفتن بیایید تشکیلاتی درست کنید برای این کار. گفتم ببین نداره. تشکیلاتی درست کردیم، اسمش رو گذاشتیم جهاد خودکفایی. جهاد خودکفایی هیچ اصلا در راه اندازیش و پیشرفتش و ایناش اصلا متکی به بیرون نبود. اصلا فلسفهش این بود دیگه. فلسفهش این بود که یه خودپسندگی به وجود بیاره و بنا نبود به جای اتکا پیدا کنه. It was another small victory for the activists who are fully backed by their country's supreme ruler, the Ayatollah Khomeini. في هذه الفترة وقع أكبر تغير بعد الثورة،
إذ بتخطيط من الجامعيين أتباع خط الإمام قدس سره جرت السيطرة على أكبر وكر تجسس لأكبر عدو لإيران. حالتون خوبه؟ موفق باشید. مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید. بله صحبت کنیم دیگه. وسیله مطالعه و اینها داری؟ بله. کتاب داری؟ بله. وضع بهداشت خوبه؟ وضع بهداشت خوبه. چیزی نیست، حموم میریم و چیز اینجا هست. لباسشویی و اینا هست. در این اتاق تنها هستید شما؟ بله. خب کلا بچه‌ها که اینجا هستن فکر میکنم میزبان‌های بدی نباشن. والا متا یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفی هن. البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن اصلا، هی میخوان مهمونشون نگه دارن، هی بیشتر بمونن. منم هی میگم بسه، میگن نه آقا بیشتر بمونی. من میگم بسه، میگم زوده، بیشتر بمونی. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یه کمی ناراحت میشه، ملول میشه یا خورد. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا. برعکس اونجایی که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران، چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. اینا دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، برعکس دلشون میخواد که هر چه زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی است که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضای پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟ من که حرفی ندارم در این مورد. یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه. اون مجرمه، باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه. تو اون که شکی نیست، یعنی اون در مجرم بودن اون که شکی نیست. بعد السيطرة على وكر الجاسوسية استقالت الحكومة المؤقتة، وعلى الرغم من مضي عدة أشهر على تأسيس الحرس الثوري لم تؤدي الحكومة المؤقتة دورا مؤثرا على مستوى تقديم المساعدة له. أما في 24 من شهر تشرين الثاني من عام 1979 فوضت شورى الثورة إدارة الحرس الثوري إلى آية الله الخامنئية. في تلك الأيام طلب آية الله الخامنئي من محمد البروجردي قائد الحرس في غرب البلاد إقامة علاقات واسعة مع الناس هناك لمواجهة التنظيمات المناهضة للثورة والانفصالية في كردستان، وهي علاقات شكلت مقدمة لتأسيس فصيل البيشمركة الكرد المسلمين. وقد تشكل هذا الفصيل من الأكراد الذين كانوا يقاتلون الجماعات الانفصالية دفاعا عن أهداف الثورة. في 26 من شهر تشرين الثاني أصدر الإمام الخميني قدس سره أمرا بتأسيس تعبئة المستضعفين. در مورد بسیج، اولی که امام دستور بسیجی رو دادن، ما شروع کردیم به یک طرحی برای تشکل بسیج و همین طرح واحدهای 22 نفره رو ما به وجود آوردیم و بسیج شکل گرفت. في الأشهر الأولى من عام 80 أقيمت انتخابات رئاسة الجمهورية، وكان أبو الحسن بني صدر الفائز فيها، وهو المعارض علنا لتوجه الحزب الجمهوري الإسلامي الذي كان آية الله الخامنئي أحد مؤسسيه. وفي 24 من شهر شباط عام 80 استقال آية الله الخامنئي من سمته العسكرية. اول اسفند، حدود اوایل اسفند بود، شاید چند روز جلوتر یا عقبتر، آقای بنی صدر فرمانده کل قوا شدند، یعنی نماینده امام و نماینده فرمانده کل قوا در حقیقت شدند و به این نام نامیده می شدند. آمدن، بنده دیدم دیگه بودن من در وزارت دفاع هم یا ضرورت نداره یا امکان نداره، برای خاطری که آقای بنی صدر اجازه فعالیت به ما نمیدادن، همچنانی که در شورای عالی دفاع هم بعد از اون که حالا خواهم گفت اجازه فعالیت و تلاش به ما مطلقا ایشون نمیداد. لذا بود که من مشورتی کردم با دوستانم و استعفایی نوشتم. آقای بنی صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم.
دخل عام 80 على وقع اعتداءات نظام حزب البعث التي كانت تزداد يوما بعد يوم، وفي الوقت نفسه كانت حكومة كارتر في أمريكا التي قطعت علاقاتها مع إيران تهدد الجمهورية الإسلامية. وفي 9 من نيسان من عام 80 تحدث آية الله الخامنئي في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء، معتبرا أن هذا التزامن يدل على تبعية صدام لأمريكا، لكن لا أحد حتى الآن يعرف مدى قرب هذا التحليل من الواقع. من هنا ظهرت أولى مؤشرات صحته، إذ في صباح 5 من شهر نيسان من عام 80 عندما سمع محمد منتظر قائم قائد الحرس في يزد خبرا مشبوها حول صحراء طبس، انطلق نحو المنطقة التي عثر فيها على تجهيزات الجيش الأمريكي وعدد من جثث الجنود الأمريكيين. وسرعان ما اتضح أن أمريكا كانت تنوي في الليلة الماضية شن هجوم على طهران لتحرير الجواسيس الأمريكيين، لأن إعصار الرمال قد أفشل الخطة. أخبار طبس أقلقت الإمام الخميني قدس سره، وأكثر حدث مشبوه قد وقع فيها هو اتخاذ بعض القيادات قرارا بقصف التجهيزات الأمريكية الباقية في طبس بعد فرار الجنود الأمريكيين منها. وفي هذا القصف استشهد محمد منتظر قائم قائد الحرس في يزد. في 10 من شهر أيار من عام 80 عين الإمام الخميني قدس سره آية الله الخامنئي ومصطفى شمران ممثلين له في المجلس الأعلى للدفاع الوطني، وهو أرفع مجلس في البلد يتخذ القرارات في المسائل العسكرية، وقد كان برئاسة بني صدر رئيس الجمهورية. وبهذا الحكم كلف آية الله الخامنئي بتقديم تقرير أسبوعي للإمام عن أوضاع الجيش، ولهذا أسس آية الله الخامنئي مكتبا تحت عنوان مكتب الاستشارات العسكرية. كل شيء في طهران يبدو هادئا. إنها ليلة 9 من شهر تموز، لكن حضور شخص غريب إلى بيت آية الله الخامنئي عكر صفو هذا الهدوء، إذ جاء أحد طياري القوة الجوية بنبأ عظيم. هناك شبكة عميلة داخل الجيش تدار من خارج البلاد عبر شابور باختيار آخر رئيس للوزراء في عهد الشاه، خططت للقيام بانقلاب كبير. وقد تمكن شباب الحرس من العثور على رؤوس خيوط للحركة العميلة، إلا أن أبعادها لم تتضح حتى الآن، لكنه علم أنها كانت تنوي القيام بانقلاب تقصف فيه محل سكن الإمام الخميني قدس سره في جمران، إضافة إلى أن مراكز أساسية أخرى مثل مجلس الشورى الإسلامي ومقر رئاسة الجمهورية ومقرات الأركان الرئيسة للجيش والحرس كانت أهدافا أيضا للانقلابيين. أبلغ آية الله الخامنئي المسؤولين في البلد عن الأمر، ومن جملتهم الإمام الخميني قدس سره شخصيا. وفي عملية خاطفة جرى التعرف إلى شبكة الانقلابيين وألقي القبض على رؤسائها وأعضائها، وقد أظهرت الاعترافات أن جلساتهم قد عقدت بالضبط بعد خروج آية الله الخامنئي من الجيش. 15 روز حدوداً بعد از خروج من، طبق تحقیقاتی که بعداً از کودتاچیان به عمل آمد، اولین جلسه توطئه برای کودتا در 15 اسفند حدوداً تشکیل شد. در حدود اردیبهشت ماه اولین حرکات یا اواخر فروردین اولین تحرکات ضد انقلاب در ارتش آغاز شد و بالاخره در 20 تیر ماه یا 18 تیر ماه بود که تمام مقدمات کودتا آماده شده بود و قرار بود که کودتا انجام بگیره. یعنی در ظرف حدود 4 ماه که حضور نماینده امام در ارتش در حقیقت وجود نداشت، این همه حوادث پیش آمد. از اینجا میشه فهمید که حضور نماینده امام به قول شما و نماینده شورای انقلاب اونچنان که بود در حتی وزارت دفاع چه اثری در ارتش میتوانست بگذاره. بنده مفتخرم که در مدت بودن در وزارت دفاع با اینکه مستقیما در ارتش هیچ گونه دخالتی نکردم، اما کمترین کاری که انجام گرفت این بود که این حضور خود
میتوانست حضور انقلاب در ارتش تلقی بشه. في صيف ذلك العام أصبحت اعتداءات البعثيين على الحدود علنية، وسهام التحذير تقترب من إصابة هدفها الأساس، وبات شبح الحرب قريبا إلى درجة أن الجميع كانوا يشعرون به. استنباط من اون برنامه شوم و گسترده‌ای که ما پیش بینی می‌کردیم و در اذهان منتشر شده بودش که همه عناصر ضد انقلاب و از امریکای جهانخوار گرفته است تا شرکای نامشروعش در همه جای دنیا از لحاظ سیاسی حلقه محاصره سیاسی رو تنگتر میکنن، حلقه محاصره اقتصادی روز به روز تنگتر میشود، عملیات روانی و فعالیت‌های روانی هر روز به شکلی متناسب با زمان علیه کشور ما هدایت میشود و این عامل کوچک جهانخوار جهانی هم هرچه نیرو دارد از داخل خاک عراق و سایر مرزهای غربی و شمالیش گردآوری کرده است و در مرز ما متمرکز کرده است و تنها استعدایی که از حضور ملت ایران دارم این است که مسئله رو جدی تلقی بفرمایند. بینندگان عزیز، برای شما گزارشی تهیه کردیم از مواضع نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق. صدها کیلومتر رو به وسیله هلیکوپتر در نوار مرزی ایران با عراق طی کردیم و به چند موضع که افراد ارتش در اونجا مستقر شدند رفتیم. ولی اون چیزی که در اینجا دیدیم در بیشتر نقاط روحیه اکثر برادران ارتشی ما کاملا خوب هست و در خودشون این آمادگی رو احساس میکنند که از وجب به وجب خاک میهن عزیز ما دفاع کنند در مقابل هر دشمن. على الرغم من حشد العدو قواته لم يهتم رئيس الجمهورية أبدا بالأمور الدفاعية، وكان لا يعقد جلسات المجلس الأعلى للدفاع برغم أن اعتداءات البعثيين عند الحدود كانت في حالة تزايد، وقد سجلت الأمم المتحدة 636 اعتداء لصدام عند الحدود. وقبل أيام من بداية الاعتداء الشامل الذي شنه صدام بعث آية الله الخامنئي عبر منبر صلاة الجمعة رسالة اطمئنان للناس أعلن فيها عن جاهزية القوات المسلحة معنويا. ای برادران و خواهرانی که سخن مرا میشنوید، نیروهای رزمنده ما در مرزها از روحیه عالی برخوردارند، آماده فداکاری هستند. نظامی در اونجا نشسته به او خبر میدن که در اداره مربوطه خودش مشمول پاکسازی شده، اخراج شد. گاهی اشتباه میشه، پاکسازی ها عوضی عمل میکند. این نظامی میگه من ولو جزو ارتش هم نباشم از پای این توپ بلند نمیشم، میمانم همینجا میجنگم تا کشته بشم. این روحیه سرباز ماست، این روحیه نظامی ماست. إلى جانب هذا المشهد المؤثر كان آية الله الخامنئي يرى مظلومية جنود الوطن الذين كانوا هدفا للدعاية السلبية من قبل المنافقين والعصابات الماركسية. مردم میگویند مرگ بر منافقین. بعضی از آقایان مدعی انقلابیگری اعتراض میکنن که بگید مرگ بر امریکا، در حالی که منافقین سرانگشتان امریکان، فرقی نمیکنه. اون وقت خودشون توی خیابان را میفتن، 10 تا 5 تاشون که جرأت میکنن، چون مردم تحمل این حرفا رو ندارن. اونهایشون که جرأت میکنن، حماقت میکنن، را میفتن شعار مرگ بر پاسدار میدن. آیا این شعار امریکایی نیست؟ امروز پاسدارها و نظامیان، اونهایی که دارند این طور فداکارانه می جنگن، بزرگترین دشمنان امریکا تو این منطقه. هر کسی علیه اینها هر گونه حرکتی و عملی و اظهاری بکند به سود امریکا کار کرد. في 22 من شهر أيلول من عام 80 زار آية الله الخامنئي مجددا مصنع شركة جنرال، المكان الذي عاش فيه لحظة انتصار الثورة. اینا با من از اون تاریخ
دوست شدن کارگرهای اون کارخونه با من دوست شدن، می اومدن میرفتن و از من دعوت میکردن. من یکی دو بار رفته بودم اون کارخونه. اون روز هم دعوت کرده بودن که من برم براشون سخنرانی. لم يكن يعلم حتى الآن أن حضوره في هذه المرة أيضا سيقترن بلحظة مهمة أخرى من تاريخ إيران. كان في غرفة منتظرا اجتماع العمال في قاعة اللقاءات، وفجأة اهتزت الأبواب والجدران. 31 شهریور 59 رژیم عراق پس از ناکام ماندن ترفندهای گوناگون سلطه‌گران بین‌المللی و در رأس آنها دولت آمریکا به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با حمله به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد و دیگر فرودگاه‌های حساس کشور آغازگر جنگی بر علیه کشور اسلامی. شاهد آیت الله الخامنئی الطائرات بنفسه. گفتیم چی بود؟ پا شدیم دم این پنجره رفتیم. من خیال میکردم همین پشته. من یه وقت دیدم که 2 تا هواپیما به رنگ به اصطلاح اون چیز زیتونی پررنگ همینطور رفتن به طرف بالا. یکی گفتش که بمباران کردن. تجرأ صدام على الهجوم على إيران الثورية بدعم من البلدان الغربية، هجوم شامل شكل بداية فصل جديد من جندية آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي.